یه سری قوانین هست تو TRX که اگه همینا رو رعایت کنیم بهتون قول میدم که TRX رو خیلی خیلی خوب تمرین کنید. یه سری نکاتی هست که ما بهش میگیم گناهان TRX، یعنی کامپانی TRX این اسمو براش گذاشته و خیلی هم جالبه، TRX sins. اصلا نباید اون کارا رو انجام بدید. اولین چیزی که خیلی هم مهمه، اولین نکته چیه؟ میگه no slacking، یعنی بند شما نباید شل بشه در طی حرکت. حالا هر حرکتی که اصلا دارید انجام میدید، جلو بازوه، لوروه، وقتی میاید جلو اوج فشارتونه، میبینید به زور، میبینید بندم چقدر کشیده است، همش آویزونی و مدام بنده کشیده و سفته. این قانون اول رو همیشه یادتون باشه. بعدی که خیلی مهمه نو استاپینگ. الان بهتون میگم چرا. اون زمانی که بدن ما، عضله ما تحت تنش قرار میگیره خیلی مهمه. نباید گیو آپ کنیم، نباید وایسیم، باید یکم تحملمون رو ببریم بالا. یعنی چی؟ مثلا من لقمه بزرگتر از دهنم برداشتم، دارم لورو رو انجام میدم و اینجا خسته میشم تو ثانیه 20. وای نمیستم بند رو رها کنم. چی کار میکنم؟ شدت حرکتم رو کم میکنم، میام یه کوچولو عقب‌تر، یا حتی میتونم پاهامو آفست بذارم و به حرکتم ادامه بدم تا لحظه آخر. پس نو استاپینگ. گناه بعدی نو سگینگ. یعنی چی؟ یعنی شما هیپتون نباید این شکلی باشه، عقب باشه و این کار رو بکنین. باید هیپتون جمع باشه، بدن توی همراستایی، همیشه شونه ها عقب و پایین، قفسه سینه باز به سمت آسمون، زیر سینه سفت، شکم با سنگ کیپ. اینا رو دارم اضافه میکنم. نگاه انکر پوینت، حرکت رو انجام میدین. حالا توی هر حرکتی که هستین باید این نکته رو رعایت کنید. نو سگینگ یعنی هیپتون نیفته. مثلا وقتی داریم حرکت همستریم کلزو میزنیم، هی نباید هیپمون بیفته. هیپ کاملا ثابته و ما داریم حرکت رو انجام میدیم. این خیلی نکته مهمی. گناه بعدی که خیلی هم اذیتمون میکنه نو اسکرپینگ. یعنی چی؟ وقتی مثلا من دارم چست پرس میزنم نباید این بند کشیده بشه بهم. حالا کی کشیده میشه؟ وقتی همه اون نکتهایی که گفتم و اگه رعایت نکنین، بندتون تنظیم نباشه، جای درستی نصب نباشه، زوایا یا استارت حرکتتون درست نباشه، بند به پوستتون قراره کشیده بشه. پس مراقب اینم. و گناه بعدی که خیلی هم بده واقعا، این نو ساوینگ، یعنی